و ارزشی خداوند برای کل انسان ها سال یک بار تحت عنوان رمضان برگزار میکنه. تو این اردو برنامه های متنوع هست، از سفره های افطاری هست، زکات هست، صدقه هست، نماز هست، تلاوت قرآن هست، توبه هست، استغفار هست. همه برنامه های خوب، هم برای فکر، هم برای روح و روان و هم برای جسم. هر سه بعد انسان، هم فکرش، هم روحش و هم جسمش. واقعا یک اردوی ویژه هست از طرف پروردگار برای رشد و پیشرفت و توانمندی و تزکیه. کسانی که این ماهو پذیرفتن، یعنی به خدا گفتن که ما حاضریم در این اردویی که شما برگزار میکنید شرکت بکنید. اگر الان به شما بگن که یه نفر، یک برادر خیر عزیزی دوست داره همه این جماعت رو ببره عمره، ویزم با خودشه، به نظر شما کسی تخلف میکنه؟ سفر خانه خدا همه ثبت نام میکنید، فرقی نمیکنه. رمضان هم سفری است به سوی خدا. درباره قرآن پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن القرآن معدوبة الله علی الارض. قرآن سفره خداوندی است که گسترده شده در روی زمین. حاضر نیستیم سر سفره خداوندی بنشینیم. بعضی موقع سر سفره یه رباخوار هم می‌نشینیم، بعضی موقع سر سفره یه مشروب خوار هم دعوتت میکنن می‌نشینی، در خونش میری. سفره خداوندی قرآن. ماه مبارک رمضان ماه چیه به نظر شما؟ وقتی میگن رمضان آمد یعنی چی؟ چه چیزی به ذهن شما خطور میکنه در وهله اول یا متبادر به ذهن چیه؟ اینطوری نیست که وقتی گفتن ماه رمضان آمد بلا فاصله توبه و استغفار و عبادت و حلالی طلبیدن و محبت و صفا و صمیمیت و عفو و گذشت و جبران تقصیرات سال گذشته رو به ذهن شما خطور نمیکنه؟ تا گفتن رمضان آمد چی به ذهن خطور میکنه؟ به ذهن یک مسلمانی که خسته شده از گناه، از غیبت، از نمامی، از دروغ، از قسمهای دروغ، قسمهای ناحق، شهادت زور، چیزهای مزخرفی که میشنوه، میبینه، صحبت میکنه، حس میکنه، لمس میکنه، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته. ولی یکی از معانی دوباره متبادر به ذهن که این معنی خیلی معنی نابجایی است، محلی از اعراب نداره. وقتی گفتن رمضان یعنی ماه پرخوری، ماه سفره های رنگارنگ، ماه ژله، ماه نمیدونم کرم کارامل، ماه حلیم. به نظر شما سفره های
مادی ما تو رمضان رنگین تره یا غیر از رمضان؟ بعضی موقع احساس میکنیم که خانم‌های خانه اصلا دوره آشپزی تو رمضان میبینن، دوره شیرینی پزی، آشپزی، کیک پزی، لگیمات درست کردن، پکار درست کردن، نمیدونه انواع شیرینی ها تو رمضانه. در صورتی که خداوند میگه ماه رمضان ماه تمرین خوبی هاست، ماه پرورشه، ماه عادت دادن جسم و فکر و روح به اعمال شایسته. شاید عزیزی بگه خب حالا از برکات رمضان اینه که تو رمضان سفره ها هم با برکت میشه، متنوع میشه، رنگین میشه. شکی درش نیست که ماه رمضان ماه با برکتی است، ولی حیفه که کل وقت یه خانم خانه‌دار صرف آشپزخانه بشه و حیفه که مرد زنشو وادار بکنه که بیشترین وقت همسرش داخل آشپزخانه، اونم تو ماه مبارک رمضان صرف بشه. بعضی موقع دیگه زنگ میزنیم پیش خواهر، پیش برادر، امروز افطاری چی داریم؟ چیز خوشمزه درست کردی یا نه؟ من میخوام بیام اونجا. آیا برای نماز تراویح هم زنگ میزنی به هم دیگه؟ چی مسجدی قرائتش از همه زیباتره، با تجوید میخونه، حافظش دقیقتره، نماز آرام میخونه؟ یا میگن کدوم مسجد نماز تراویح رو 4 سلام میخونن و سوره های کوچک میخونن، سریعتر تموم میکنن؟ بریم مسجدی که دعا نخونن، بریم مسجدی که 10 سلام نخونن، بریم مسجدی که ختم قرآن نخونن، بریم مسجدی که سخنرانی نباشه وقت مردم تلف بکنن. ولی نیم ساعت قبل از افطاری زنگ میزنی پیش خالت، پیش عمت، پیش خواهرت، پیش برادرت، پیش دامادت، امروز پیش ما عدسه، پیش شما چیه؟ چیز خوشمزه درست نکردید، امروز من میخوام بیام مهمان شما بشم. خیلی عجیبه. اشکال نداره. پیامبر صلی الله علیه وسلم یه روزی گذرش افتاد به دوستی همراه یار با وفاش صدیق رضی الله عنه، ابوبکر صدیق. وقتی که وارد خانه شد دید که دوستش صاحب خانه کاردی رو گرفت، رفت به طرف گله که گوسفندی رو بگیره ذبح بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت ایاک والحلوب، اشکال نداره میخوای پذیرایی بکنید، حالا یه کوچی هم قربانی بکنید، یه گوسفندی هم ذبح بکنید، از عزیز کسی که دوستش دارید پذیرایی مفصلی بکنید، ولی مواظب باش که بز شیری نباشه که بالاخره حالا یه استفاده های دیگه هم داره. نگفت ذبح نکن، گفت ایاک والحلوب. آیا شده که مثلا بگید بریم فلان مسجد که صحبت دین، بالاخره نیم ساعت کلاس هست بعد از نماز تراویح، یک جمله، یک حدیث، یک آیه، یک حرف خیر یاد بگیریم؟ ولی خیلی ها نماز تراویح میخونن، برای رسیدن به رادیو لندن میدون 4 سلام سنت بریم که رادیو لندن از دستمون رفت، یا رادیو فردا مثلا، یا اخبار فلان. خیلی وقتا میبینیم که عزیزی تو صف نماز یک دفعه چه 2 سلام میخونه، میره، ناراحت میشه کجا رفتین عزیز، میره دوباره بر میگرده، از اون طرف خوشحالید، ولی میدونی چرا رفت بیرون؟ عزیزمون سیگاری بود، 2 سلام خون دیگه کم آورد، انرژیش تموم شد، رفت یه پوکی به سیگاری بزنه بیرون، میکشه، بعدم یه آبی تو دهنش میزنه، دوباره میاد تو صف. نمازش هم دوست داره. اینا زیادن. حیف نیست.
انسان وابسته به مخدرات باشه که از صف نماز ببردش بیرون، از پله ها ببردش بیرون، ببره تو کوچه، وادارش بکنه که نخ سیگارش روشن بکنه، یه نخ سیگار بکشه، یه سلام ازش فوت بشه، انرژیشو از سیگار بگیره، بعد بیاد تو صف نماز بیسته. دوستشون داریم، برادرمونن، عزیزمونن. حیفمون میاد که سیگار بکشن، ولی حیفمون نمیاد که عالم بشن، تحصیل کرده بشن، باسواد بشن. سرمایه ها وقتی به هدر میره آدم حیفش میاد. جوانی مشروب بخوره، اصلا جوانی درس نخونه،